بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید اغتنم خمسا قبل خمسین، شما غنیمت بشمارید 5 چیز را پیش از 5 چیز. او 5 چیز است؟ یکمین شبابک قبل حرمک، یعنی جوانی را پیش از پیری. جوانی تا پیش از پیر شدن باید که غنیمت بشماری. جوانی را بیهوده صرفش نکنی، در کارای بیهوده گردی نکنی. حضرت شیخ سعدی میفرماید یک شب میگه تأمل ایام گذشته میکردم و بر عمری تلف کرده تأسف میخوردم. یک شب میگه فکرهای روزهای گذشته را میکردم و بر عمری تلف کرده و بر عمری که بیهوده گذراندمش میگه افسوس میخوردم. و سنگلاخه دل را به الماس آب دیده میسفتم و بیچاره حضرت گریه میکرده است. و این بیت ها مناسب حال خود میگفتم. هر دم از عمر میرود نفس، نگه میکنم چون نماند بس. ای که به 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روز که دریابی. این 50 سال عمر را رفت مثل 5 روز، تیر درد نمیابی دیگه، ای خود کنده نمیتونی، این بر رفته که. و دومین چیزی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که و صحتک قبل سقمک، و شما غنیمت بشمارید صحتی بدنتان پیش از بیمار شدن. این چیزا شما غنیمت بشمارید. گفت و سومین چیزی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که و غناک قبل فقرک، و شما غنیمت بشمارید غنیگیتون، یعنی بایگریتون. این روز تو پولداری بای بچه‌ای، این تو غنیمت بشمار پیش از کمبغل شدن، پیش از اونه که خداوند به بالات کمبغلی را میاره. او خداوند خودش مولد داد، با میتونه که بگیرشه، یک سال پس یا پس میتونه بگیرشه. برای همو بزرگان میگن با دنیا توان عقبا خرید، بخر جان عزیز که فردا حسرت خوری. تو اگر که ایره در راه حلال صرفش نکردی، وقتی خداوند گرفتش این پول و مالا، با روز قیامت حسرت میخوری که کاش که من همین پول در جو صرفش میکردم، یا یتیما صرف میکردم، یا کمبغلا رو دم میکردم، یا جو آبیاری میکردم، یا مکتب میساختم، یا مسجد میساختم. میگن که هر کی خنداند یتیمی خسته را، باز یابد جنتی در بسته را. و چهارمین چیزی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود، گفت که و فراغک قبل شغلک، و شما غنیمت بشمارین این فراغتی را، این تنجی و آبادی را شما غنیمت بشمارین پیش از نوتنجی ها. و پنجمین چیزی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود، گفت که و حیاتک قبل موتک، و شما غنیمت بشمارید حیات را، یعنی زنده بودنتون پیش از مردنتون. شما